کژال قبل از اینکه قدم به شهر بذاره فکر میکرد مهاجرت اون شبیه پرنده‌ایه که برای اولین بار بالهاش رو توی آسمون باز میکنه. اما حقیقت تلختر و خاکستری‌تر بود. روستا با همه محرومیت‌هاش برای اون مثل یه پناهگاه بود. جایی که بوی خاک نم خورده بعد از بارون و عطر مریم گلی خشک شده بخشی از روحش شده بودن. اونجا لهجهش چیز عجیبی نبود، بلکه یه موسیقی روزمره خونه‌شون بود و چشمهای کژال که به خط افق باز عادت داشت هیچ وقت دنبال قایم شدن نبود. اما شهر یه دیوار بلند سیمانی بود که کژال رو توی خودش حبس کرد. اولین چیزی که اونو اذیت می‌کرد نبودن آسمون بود. ساختمونای مرتفع و تنگ حتی توی روشن‌ترین روزها هم رنگ خاکستری مایل به زرد داشتن. دیگه نه صدای جویبار می اومد نه سگای گله پارس می کردن. فقط صدای مداوم و گنگ ترافیک و بوق ماشین و زمزمه ای از هزاران زندگی بی تفاوت که هر کدوم توی مسیر خودش بود. خونه‌ای که اجاره کرده بودن کوچیک و دلگیر بود، با پنجره‌ای که به جای کوه و دشت به یه دیوار سیمانی باز می شد. کژال هر روز غروب پشت همین پنجره وای میستاد و دستاش رو روی شیشه های سرد میذاشت. حس میکرد پشت یه دیوار شیشه‌ای گیر افتاده. میتونه زندگی مردم شهر رو ببینه، اما لهجهش، لباسای سادش و حتی لبخندش اونو از ورود به اون جهان منع میکرد. اینجا دیگه یه غریبه نبود، یه عنصر مزاحم بود که توی یه محیط تمیز و صیقلی یهو ظاهر شده باشه. آغاز سال تحصیلی و ورود به دبیرستان تبدیل به سخت‌ترین فصل زندگی کژال شد. فضای دبیرستان جدید، بزرگ، پر از سر و صدا و به شدت طبقه بندی شده بود. دخترها تو گروه‌های کوچیک و انحصاری جمع شده بودند. هر گروه با قوانین نانوشته‌ای از مد و زبان بدن و حتی مارک‌های کیف و کفش اون بلافاصله به حاشیه سرد حیات کشیده شد. نه اینکه کسی مستقیما اونو طرد کنه، بلکه یه انزوای اجتماعی آروم و مداوم به اون تحمیل شده بود. وقتی حرف میزد چشمای چند نفر با تعجب یا تمسخر به هم نگاه میکردن. لهجهش غلیظ‌تر از اون بود که بتونه اونو قایمش کنه. تلاشای دست و پا شکستش برای تقلید از اصطلاحات شهری فقط اوضاع رو بدتر میکرد. اون خیلی زود لقب‌هایی گرفت که زیرکانه و موذیانه توی پچ بچه‌ها بین میزها رد و بدل میشد. به خاطر لباسهای قدیمیش یا لهجهش یا حتی به خاطر نشستنش توی ردیف آخر کلاس. این حس طرد شدگی خاموش باعث شد که کژال بیشتر از قبل درون خودش فرو بره. اون توی کلاس همیشه سرش پایین بود، با شونه هایی که کمی افتاده بودن. انگار یه بار سنگین از شرم و ناامنی رو حمل می کرد. تنها آرزوش این بود که بتونه نامرئی بشه و یک روز رو بدون جلب توجه به پایان برسونه. این انزوا ناامنیش رو به یه درد مزمن تبدیل کرده بود. دردی که هر روز صبح با زنگ ساعت شروع می شد. با همین شرایط دست و پنجه نرم می کرد که یه روز پشت آخرین میز چشمش به نگار افتاد. یه دختر قد کوتاه که انگار خودش آگاهانه داره توی یه مرز تاریک و ساکت زندگی میکنه. کژال مدتها بود که نگار رو میدید. نگار همیشه انتهای کلاس پشت آخرین میز و نزدیکترین نقطه به دیوار می نشست. اون از کژال هم آرومتر و ساکتتر بود. نگار دختر قد کوتاهی بود با موهایی که رنگ تیره‌ای داشتن. ویژگی اصلیش چشماش بود. چشمای نگار بزرگ و نافذ بود، جوری که انگار همیشه
نه به تخته یا معلم، انگار به یه نقطه دور و نامرئی نگاه می کرد. تو این نگاه نه ترسی بود نه حتی خوشحالی، یه جورایی حس سنگین و آرومی وجود داشت. همکلاسی ها نگار رو هم آدم عجیبی می دونستن، اما به خاطر سکوت مطلقش جرأت نمی کردن اونو مسخره کنن. نگار انگار یه سایه بود که هیچ کس نمی تونست لمسش کنه. آشنایی اونها خیلی ساده و اتفاقی شروع شد. یه روز کژال از نیمکتش بلند شد تا بره و متوجه شد که خودکار آبی رنگش نیست. دنبالش میگشت که دید خودکارش زیر میز نگار افتاده. نگار خودکار رو برداشت و بدون هیچ حرفی اونو به سمت کژال دراز کرد. وقتی دستاشون یه لحظه با هم تماس پیدا کرد، کژال حس عجیبی رو تجربه کرد. یه لرزش کوتاه و سرد، مثل شوک یا جریان ضعیف برق که بلافاصله بعد از اون یه حس آرامش ناگهانی جایگزینش شد. ناامنی همیشگیش فقط برای اون لحظه خاموش شد. انگار کنار نگار یه دیوار نامرئی محافظت کننده وجود داشت. از اون روز کژال دیگه تنها نبود. اونا کنار هم می نشستن. صحبتاشون کم بود و بیشتر وقتا با نگاه حرف می زدن. نگار هیچ وقت از کژال درباره لهجه روستاییش نپرسید و این سکوت برای کژال با ارزشتر از 1000 تا دلداری بود. اون برای اولین بار توی شهر احساس کرد که پذیرفته شده. بعد از این دوستی اتفاقات عجیبی شروع شد. اتفاقاتی که اولش خیلی کوچیک و بی ربط به نظر می رسید، اما کژال حس می کرد همه اینا به نحوی به نگار ربط داره. یکی از روزا توی مدرسه یه دختری به اسم شیما که همیشه کژالو مسخره می کرد توی راهرو جلوی اونو گرفت و با خنده کتاباشو از دستش گرفت و پرت کرد روی زمین. کژال اشک توی چشماش جمع شده بود. نگار کنارش وایساده بود و با همون نگاه سنگینش شیما رو نگاه می کرد. شیما که کارشو کرده بود چرخید تا بره، اما پاش روی سطح صاف پله ها پیچ خورد و با یه صدای بلندی خورد زمین. درسته که آسیب جدی ندید، ولی انقدر خجالت کشید که سری بلند شد و فرار کرد. کژال به نگار نگاه کرد. نگار خیلی آروم گفت مواظب پله ها باش، همیشه صاف نیستن. اتفاق مهمتر توی درس فیزیک پیش اومد. کژال برای امتحان آماده نبود و حسابی استرس داشت. سر جلسه نشسته بود و به سوالا خیره شده بود که یه زمزمه ناگهانی و آروم مثل باد توی گوشش پیچید. کلمات واضح، شمرده و بدون لحن جواب سوالا رو به اون میداد. کژال با ناباوری اما با دقت شروع کرد به نوشتن جوابا. نمره خیلی خوبی هم گرفت. وقتی اومد خونه این ماجراها باعث شده بود که دلش یه غذای ساده بخواد. به مامانش گفت که کاش امروز ماکارونی درست کرده بودی. ته دلش هم با خودش آرزو میکرد که کاش امشب ماکارونی داشتن. همون شب پدرش با یک کیسه پلاستیکی وارد شد. پدرش که همیشه خسته و جدی بود این بار لبخند زد و گفت نمیدونم چرا امشب دلم هوس ماکارونی کرده. رفتم موادشو خریدم مامانت درست کنه. اینجا بود که کژال مطمئن شد اینا اتفاقی نیستن. معجزه های کوچیک و خاموش توی زندگیش ریشه انداخته بودن و تنها عامل جدید این تغییرات نگار بود. اون تصمیم گرفت که باید از خودش این سوال رو بپرسه. بالاخره کژال طاقت نیاورد و یه روز بعد از مدرسه وقتی تو حیاط نشسته بودن رو به نگار کرد و گفت نگار، این اتفاقات طبیعی نیست. جوابای امتحان، زمین خوردن شیما، شام ماکارونی، اینا کار توئه؟ نگار مدت طولانی بهش نگاه کرد. نگاهش هیچ تغییری نکرد، اما کژال همون جوری منتظر بود. نگار گفت بیا بریم خونمون، اونجا بهتر توضیح میدم.
خونه نگار یه آپارتمان قدیمی بود که یکم دورتر از خونه‌های دیگه قرار داشت. وقتی وارد شدن، کجال از سکوت سنگین خونه تعجب کرد. انگار این خونه برای زندگی نبود، برای نگهداری از یه راز ساخته شده بود. بوی عجیبی هم تو خونه میپیچید، یه بویی شبیه عطرای خیلی قدیمی یا گیاهایی که کجال هیچ وقت اونا رو نمیشناخت. اما عجیب ترین چیز آینه ها بودن. توی سالن، توی راهرو، حتی توی اتاق خواب آینه های بزرگی نصب شده بود. همه اونا با پارچه های ضخیم و سفید پوشیده شده بودن، طوری که انگار نباید هیچ نوری به سطح آینه بخوره. کجال با تعجب پرسید این پارچه ها برای چی هن؟ نگار لبخند خیلی کوچیکی که به سختی دیده میشد زد و گفت برای اینکه چیزایی که نباید دیده بشن دیده نشن. بعد کجال رو به گوشه سالن برد، جایی که یه آینه قدی بزرگ زیر یه پارچه مخملی قایم شده بود. نگار آروم پارچه رو کنار زد. آینه زیر پارچه مثل یه پنجره به یه شب ابری و تیره و عمیق بود. هیچ انعکاسی تو اون دیده نمیشد. انگار سطحش از شیشه نبود. نگار دستشو دراز کرد و بدون هیچ توضیحی انگشتش رو گذاشت روی پیشونی کجال. کجال یهو حس شوک قوی رو تجربه کرد. اولش سرما، بعد یه گرمایی که همه بدنشو گرفت. جهان اطرافش شروع کرد به چرخیدن. دیوارا محو شدن و فقط یه نور شدید روبروش باقی موند. نگار دست کجال رو محکم گرفت و وارد آینه شدن. کجالم ناچار شد که دنبالش بره. لحظه عبور از آینه مثل عبور از یه پرده غلیظ و خیس بود. وقتی بالاخره تونست چشماش رو باز کنه، کاملا یه جای دیگه بود. اینجا نه روز بود نه شب، همه چیز توی یه نور طلایی غرق شده بود. گیاهای اطرافش انگار از جنس نور بودن و می درخشیدن. صداها آروم و موسیقیوار شده بود، شبیه به صدای هزاران آبشار کوچیک که همزمان می ریختن. این سرزمین با رنگای فوق‌العاده زندش به هیچ کجای دنیای آدم‌ها شبیه نبود. کجال فهمید که به یه جای عجیب و دوری اومده. نگار کجال رو به سمت یک کاخ طلایی و بزرگ برد که انگار از خود نور ساخته شده بود. کنار در تالار اصلی یه مرد با هیبت و با وقار نشسته بود. خیلی قد بلند بود و لباساش برق میزد. این مرد پادشاه وسام، پدر نگار بود. پادشاه نگاهی گرم و در عین حال سنگین به کجال انداخت. اون با صدایی که مثل طنین زنگ‌های قدیمی بود حرف میزد. خوش اومدی دختر انسان. تو یکی از معدود آدم‌هایی هستی که قدم به اینجا گذاشته. وسام توضیح داد که مادر نگار انسان بوده و نگار در واقع از نسل دو جهانه و به خاطر همین تونسته که کجال رو از آینه عبور بده. پادشاه دستشو باز کرد و یه نگین کوچیک و درخشان رو کف دست کجال گذاشت. نگین نه رنگ خاصی داشت نه شکل خاصی، اما به نظر می رسید که انرژی زیادی توش هست. پادشاه گفت این هدیه من به توست. این نگین گره گشاست و تا زمانی که با نیت پاک از اون استفاده بشه کارهای تو رو آسون میکنه. اما بلافاصله با لحن جدیتری ادامه داد فقط یادت باشه هدیه عهد هم داره. تو نباید از این نگین برای انتقام گرفتن از کسی یا برای هوس‌های بیپایه ازش استفاده کنی. این نگین بهای سنگینی داره. هر وقت که واقعا توی بند و گرفتاری واقعی بودی اسم منو به یاد بیار و اون رو فشار بده. کجال با ترس و احترام نگین رو قبول کرد و اون رو توی مشتش نگه داشت. بلافاصله نگار گفت که وقت رفتنه. دوباره دست کجال رو گرفت و
از بین مه عبور کردن و خودشونو دوباره توی همون خونه ساکت جلوی آینه دیدن. نگار دوباره آینه رو با پارچه پوشوند. نگار به کژال نگاه کرد و گفت قول بده که راز ما فاش نشه. زندگی همزمان توی این دوتا جهان ممکنه. بعد از اون سفر عجیب به سرزمین جنها همه چیز برای کژال عوض شد. اون دیگه اون دختر تنها و ناامن نبود، اما یه راز بزرگ توی سینش بود. چند ماه بعد توی یه روز سرد پاییزی نگار خیلی آروم به کژال گفت که وقت رفتنه. نگار ناراحت نبود، یه نوع آرامش خاصی توی چهرش بود که انگار اونو برای یه مسیر جدید آماده کرده بود. نگار به کژال گفت راه من فرق داره. من باید برم تا بتونم کاملا خودم باشم. من راهمو پیدا کردم. تو هم باید راه خودت رو پیدا کنی. اون دست کژالو گرفت، نه برای خداحافظی، برای اطمینان. نگار گفت فکر نکن ارتباط ما قطع میشه. این فقط یه تغییر شکله. نگین پیش توه. این خودش نشونه ماست. و بعد نگار به سرعت و به آرومی رفت. نه گریه‌ای بود، نه خداحافظی‌های طولانی. کژال فقط حس کرد که یه پناهگاه از کنارش دور شد، اما هدیه گرانبهای اون پناهگاه توی مشتش مونده بود. کژال حالا نگینو داشت، اما نمیدونست باید چجوری از اون نگهداری کنه. یه روز توی خواب نگار رو کنار یه آبشار دید. توی خواب بهش گفت کژال، نگینو همینجوری آزاد نذار. یه گوی طلایی کوچیک پیدا کن و اینو بذار داخلش. نگین همیشه باید به قلبت نزدیک باشه تا کار کنه. اینجوری اسم پدرم همیشه باهاته. کژال فردای اون روز یه گوی طلایی ساده که قابلیت باز و بسته شدن داشت رو سفارش داد. نگین توی اون جا گرفت و اونو با یه زنجیر نازک به گردنش آویزون کرد. گوی طلایی همیشه زیر لباسش پنهان بود، مثل یه راز کوچیک و قدرتمند که فقط خودش از وجودش با خبر بود. سالها گذشت. کژال توی دبیرستان بهتر جا افتاد. دیگه کسی اونو مسخره نمی کرد. نه به خاطر قدرت نگین، به خاطر اعتماد به نفس و آرامشی که توی وجودش بود. بقیه رو اذیت می کرد و ازش دوری می کردن. اون توی این سالها از نگین استفاده کرد، اما همیشه با ترس و احتیاط. وقتی که برای کنکور آماده می شد، فشار زیادی واسه قبولی دانشگاه روش بود. یه شب سخت که احساس کرد که دیگه نمیتونه ادامه بده، اسم وسام رو به یاد آورد و نگین رو فشار داد. کژال بلافاصله احساس آرامش عجیبی کرد و همه مطالب سخت درسی توی ذهنش واضح شدن. اون با تمرکز کامل درس و خوند و تونست که توی یه رشته خوب قبول بشه. یه بار خانواده‌اش دچار یه مشکل مالی بزرگ شدن. مشکل مالی، آبروشون توی خطر بود. کژال از ته دل کمک خواست و نگینو فشار داد. فردای اون روز پدرش به طور اتفاقی یه فرصت شغلی جدید پیدا کرد که درآمدش چندین برابر کار قبلیش بود و مشکلشون حل شد. هر بار که کژال از نگین استفاده می کرد کارهاش درست می شد، اما یه حس عجیبم می اومد سراغش. سنگینی پیمان. انگار که هر کمک یک قدم اونو مدیون دنیای پشت آینه می کرد. اون توی شهر جا افتاده بود و زندگی موفقی داشت، اما این قدرت پنهان همیشه مثل یه سایه خاموش روی زندگیش بود. میدونست که موفقیتاش با این راز گره خورده. این قدرت زندگی کژال رو بهتر کرده بود، اما اون همیشه نگران بود که کی و چجوری باید بهای این هدیه رو بپردازه. سالها از سفر کژال به سرزمین جنها گذشته بود. اون الان یه زن جوون و موفق بود، اما یه روز بدترین اتفاق زندگیش افتاد. مادرش به شدت مریض شده بود. پزشکا امید زیادی نداشتن و
هزینه درمانهای کمیاب هم خیلی زیاد بود. کجال توی خونه نشسته بود و به مادرش که با سختی نفس میکشید نگاه میکرد. ناامیدی مثل یه پتوی سنگین اونو خفه میکرد. دستش بدون اختیار رفت سمت گوی طلایی روی گردنش. تنها با یک بار فشار و یادآوری اسم وسام میتونست همه چیزو حل کنه. این یه گرفتاری واقعی بود. جون مادرش توی خطر بود. وسوسه مثل آتیش توی دلش شعله میکشید. میتونست معجزه رو بخواد و مادرش رو نجات بده. اما درست همون لحظه‌ای که میخواست نگین رو فشار بده، صدای پادشاه وسام توی ذهنش تکرار شد. این هدیه عهد هم دارد، نه برای انتقام، نه برای هوس، نه بدون قیمت. کجال ترسید. این کمک جون یه انسان بود. یه طلب خیلی بزرگ. اون فهمید که اگر از نگین برای این کار استفاده کنه، مدیون بودنش دیگه از یه حس به یه واقعیت دائمی تبدیل میشه و دیگه شاید هیچ وقت نتونه آزاد زندگی کنه. این ترس از بهای سنگین آزادی اونو به سمت یه تصمیم دیگه‌ای کشوند. اون نگین رو فشار نداد. عوضش زنجیر رو دور گردنش سفت کرد و به سمت خونه قدیمی نگار، تنها جایی که میدونست باید بره، حرکت کرد. خونه نگار هنوز همونجا بود، متروک و ساکت. کجال از در قدیمی وارد شد. گرد و خاک روی زمین نشسته بود و بوی عطر قدیمی خیلی سخت به مشام می رسید. کجال مستقیم به گوشه‌ای رفت که اون آینه قدی اونجا پنهان شده بود. آینه هنوز زیر همون پارچه بود. پارچه رو کنار زد. سطح آینه تیره و ساکت بود. انگار لحظه‌ای که کجال کنار آینه ایستاد، نگین روی سینه‌اش گرم شد. از اون طرف آینه تماس برقرار شده بود و بعد سطح آینه مثل یه توده مه غلیظ شروع کرد به حرکت و کم کم چهره نگار توی اون پدیدار شد. نگار مثل همیشه آروم و ثابت بود. لبخندی زد و به آرومی گفت: کجال، یادت هست 3 شرط، نه برای انتقام، نه برای هوس، نه بدون قیمت. کجال با صدای لرزون جواب داد: یادم هست، اما کمکی که میخواستم به خاطر جون مادرم بود که خب قیمت نداره و من نمیخوام تا آخر عمرم بدهکار این سوی آینه بمونم. آزادی من قیمت نداره؟ توی همون لحظه مه بیشتر شد و پادشاه وسام با همون وقار همیشگی کنار نگار توی آینه ظاهر شد. پادشاه گفت: پیشگویی روز نخست کامل شد. تو به منزلت رسیدی. تو تونستی در میان قدرت اختیار رو حفظ کنی. تو خودت رو از بزرگترین وسوسه نجات دادی. از امروز راه‌های این سرزمین به روی تو بسته است، مگر در یک ضرورت حقیقی دیگر. اما اگر می‌خواهی آزاد باشی و بدهی نداشته باشی، هدیه را باز پس بده. کجال لحظه‌ای مکث کرد. این نگین همه ی تکیهگاه سالهای زندگیش بود. اونو از گردنش باز کرد و با 2 دست روی سطح سرد و تیره آینه گذاشت. به محض اینکه نگین با آینه تماس پیدا کرد، نورش خاموش شد. دیگه نوری نداشت و فقط یه سنگ ساده بود و اون رشته نازک و نامرئی که کجال رو به دنیای جنها وصل می کرد، مثل یه تار دود ظریف که با یه فوت بریده می شد قطع شد. نگار لبخندی زد که این بار کاملا از سر رهایی بود. از اینجا به بعد انتخاب‌ها با توی کجال. آینه دوباره تیره و ساکت شد. نه چهره‌ای موند و نه مهی. کجال به خونه برگشت. مادرش هنوز بیمار بود، اما این بار دیگه از آینه یا نگین انتظاری نداشت. اون تصمیم گرفت با همه ی قدرت و امکانات انسانیش
برای درمان مادرش بجنگه. پیدا کردن بهترین پزشک، کار کردن بیشتر برای تأمین هزینه و کمک گرفتن از دوستاش. اون فهمید که اگرچه دیگه معجزه‌ای از پشت آینه نمیاد، اما کرامت اختیار و انتخاب دست خودشه. اون بدون تکیه به قدرت‌های ماورایی زندگیش رو دوباره ساخت. از اون به بعد کژال هر غروب قبل از بستن پنجره‌ها فقط یه دعا میخونه و با آرامش زندگیشو پیش میبره. سرزمین جنها پشت آینه مونده بود. چیزی که تو خاطرش مونده بود نه ابزار قدرت، بلکه یادآوری یه اصل شد. عبور از مرزها ممکنه، اما آزادی حقیقی توی بازگشت به موقع و زندگی با انتخاب‌های خودته.